سلام دوستان، با یه ولاگ دیگه با ما خوش اومدین. امروز آشپزی نداریم. امروز من و شوهرم و بچه میخوایم بریم یک جای چکر، یک شهر دیگه زیبای دیگه از کانادا به اسم بنف. کاناداییایی که در کلگری زندگی میکنن بنف شاید دیده باشن. بنف نزدیک کلگری است، 1 ساعت در ماشین راه است. من بنف زیاد خوش دارم، مخصوصا در تابستان. زیاد سرسبز از جای دیدنی دارم. ایتی که در تصویر میبینین دوربین دادم در شوهرم، گفتم خوب از جای زیبا برایم فیلم بگیرم. نزدیک به کوه است، کوه زیاد زیبایی داره. اینطور که شما میدونین کانادا یک کشور بسیار زیاد سردی هست و ما کلن 6 ماه کلن سرد است و این 4-5 ماه است که ما جای بیرون نرفتیم چون زیاد برف است. من بچه کوچیک دارم، میترسم که سرما نخوره. ما در زمستان خانه های فامیل بیشتر میریم، اما بیرون جای دیدنی و چکر نمیریم چون که بسیار زیاد سرد است. ولی تابستان هر هفته بیرونیم. اینجا یک تکه از کوه استاد کردیم. شوهرم گفتم استاد کوه یک جای زیبای کوه ها بود، گفتم برایتان نشان بدم. اینجا هم یک چند قطعه عکس گرفتیم. یک کموری شمالک بود. اینجا دوستا رسیدیم در بنف. اینجا در تابستان پر از آب است، الان آبش کمه ولی در تابستان پر آبه. اینجا در خیابانش داشتیم قدم میزدیم. اینجا که میبینید چقدر زیبا است. اینجا مردم از شهرهای دیگه میان برای دیدن بنف. اینجا رفتیم در یک مغازه زرگری و سنگ، چیزای اصیل قدیمی، چیزای تزیینی زیاد داشت. خیلی خوشگل بود. خواستم براتون فیلم بگیرم تا ببینید. ایتی که میبینید چه سنگای زیبایی هست. نمیفهم این سنگا از کجا ها هست. الان رفتیم یکموری مال بگردیم دیگه. خانوم ها که بیرون بیان فقط دوست دارن برن مال. بعد رفتیم غذا خوردیم. بچه‌م یک جا کلیدی رو خوش کرده بود. اینجا خواستیم یک جای دیگه شب ببینیم. الان بعد از ظهر شده، طرفای 8 هست. فعلا هوا تاریک نشده. دوستان ما رو سابسکرایب کنید، چنل ما رو دنبال کنید تا براتون ویدیوهای قشنگ بذارم از جاهای مختلف کانادا. آشپزی، خرید. دوستان چکر ما تمام شد. حالا میخواستیم کم کم بریم سمت خانه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.